سلام دوستان کالاف برای بچه یوتیوب، حالتون چطوره؟ آقا خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همینطور که میبینید هندکم آوردم واسهتون، هندکم خدا. حالا میدونم یکم کیفیتش بده ولی درست میشه. آقا بهتون بگم که تو این ویدیو خیلی خبرایی دارم واسهتون و این ویدیو قرار بود که چند وقت پیش این آپلود بشه. حالا چرا اینو زودتر آپلود نکردم؟ بگم بهتون که به خاطر اینکه میخواستم هندکم بگیرم و به یه گوشی دیگه نیاز داشتم برای هندکم گرفتن. یکم دیر شد و چون گوشی دیگه نداشتم مجبور شدم از گوشی یکی دیگه استفاده کنم. به خاطرم یکم طول کشید که این ویدیو رو بگیرم. بعدش یه سری مشکلاتی هم بود، مثلا این مشکلات، این خودتون زیاد میدونید، دلار و اینجور چیزا. خیلی یوتیوبرها میگن که نباید فعالیت کنیم و پول پرستی تا کی. ولی چون هنوز یوتیوب من به مرحله مانیتایز نرسیده، یعنی یوتیوب هیچ پولی بهم نمیده، اومدم ویدیو رو بذارم واسهتون. و یکی مشکلات دیگه هم که باعث شد این ویدیو رو دیرتر واسهتون آپلود کنم امتحانات بود، که الان وسط امتحانات دیما هستیم و امیدوارم که همتون هم امتحاناتتون رو خوب داده باشین تا اینجا. و بهتون بگم کلی خبر دارم واسهتون. یکی از خبرها اینه که این آدمکی که الان رو صفحه میبینید قرار از این به بعد تو شورت ویدیوها ازش استفاده کنم و یعنی بیاد رو صفحه وقتی که من حرف میزنم. یه لحظه وایسا، اگه تا اینجا ویدیو دیدی ویدیو رو لایک کن که به کسای دیگه هم نشون داده بشه. و اگه دوست داشتی سابسکرایب رو بزن و ببخشید که اگه صدای رسولندیم تو ویدیو میفته و باعث میشه که شما اذیت بشین. آره آقا برگردیم به سراغ ویدیو. این آدمکم باعث ارتباط بهتر بین یوتیوبر و بیننده میشه، که مثلا میاد اجای من حرف میزنه و به اینجور یوتیوبرها میگن وی یوتیوب وی یوتیوبر، ولی خب اونا میان مثلا استریم میکنن اینجور چیزا، من جزو اون دسته نمیشم. و بهتون بگم که پروفایلم هم از این به اینی که الان میبینید تغییر کرده و گفتم شاید این پروفایل اولم رو خیلی از افراد استفاده کنم، به خاطر همین اومدم کاستومش کردم و اسمم رو اون پایین گذاشتم که دیگه مخصوص خودم بشه. و بهتون بگم که آقا چرا یه مدت نبودم تو یوتیوب. اگه لانگ ویدیو آخر چنل من رو میبینید که واسه یکی دو ماه پیشه. چون آقا وقتی میومدم رکورد رو بزنم، رکورد کنم واسهتون گیم پلی در بیارم، بیام ویدیو کنم، لگی میگرفتم. همه چی اوکی بود منتها قبل از اینکه رکورد رو بزنم، وقتی که رکورد رو میزنم کلا لگ میگرفتم. و به خاطر همین این به فکرم رسید که بیام آقا از هندکم استفاده کنم و رکورد نکنم، یعنی به طور مستقیم رکورد نکنم که باعث بشه لگ نگیرم و گیم پلی درارم واسهتون. و این گیم پلی هم یکم سطحش پایینه، قبول دارم، ولی خب درست میشه چون تجربه اولم بود از گیم هندکم گرفتن، یکم بد شد. و بهتون بگم که کلا کالاف رو من حذف کرده بودم، ناامید شده بودم کلا از کالاف و اینجور چیزا، یه واقعا نمیتونستم کانتنت درارم واسهتون. و یکی از این چیزایی که ویدیو نمیذاشتم این بود که آقا نمیدونستم واسه چی ویدیو بزنم، یعنی چی کانتنتی درست کنم واسهتون. مثلا اگه شما مشکلاتتون رو بهم بگین، مثلا بگین درباره چی ویدیو بذارم، من ممنونتون میشم. تو فکرم هم این است که من مثلا بیام سوالایی که شما از من دارین رو تو یه ویدیو بگم، بهتون جواب بدم. ولی اگه خواستین، اگه سوالی ازم داشتین تو کامنت های این ویدیو بپرسین. و آقا بهتون بگم که کلا برگشتم، حتی الان هفته یه دونه ویدیو داریم، اونم هندکم داریم، فقط به خاطر این مشکلای که گوشیم داره بهتون گفتم. بعد آقا یه لحظه شما این تامنیل رو ببینید دیگه، از نظر تامنیل هم پیشرفت کردم و قراره تامنیل های ویدیو هم خوب بشه. به قولی بهش تامنیل کلیک خور میگن که ویو رو بیشتر میکنه، قراره که تامنیل هم بهتر بشه. و آقا بهتون میگم که قراره چیزم استریم هم کنیم، یعنی لایو بذاریم تو یوتیوب. اگه خواستین میتونین شما هم بیاین ببینین. حالا هر موقعی که من لایو میشم خودش یه اسمسی، یعنی یه پیامکی به کسایی که منو سابسکرایب دارن و زنگولش رو هم آن کردم میاد. و اگه تو بیو هم چنلم هم کلیک کنه میبینید که چی میگم بهش، لینک ریمیت رو هم واسهتون گذاشتم که مثلا اگه خواستین میتونین منو حمایت مالی هم بکنین. و البته من از شما انتظار رو ندارم، فقط میام دیلی من فعالیت هم میکنم چون خوشم میاد از فعالیت کردن از یوتیوب اینجا چیزا. و بعدش هم بهتون بگم که آقا همین دیگه، ویدیو همین بود. حالا یه دقیقه مونده، اگه خواستین ادامه ویدیو رو ببینین. من دیگه میرم و یادتون نره که لایک رو بزنین، یه ثانیه ازتون وقت نمیگیره ولی باعث میشه که کسای دیگه هم بیان این ویدیو رو ببینن. و بعدش هم اگه خواستین سابسکرایب رو بزنین و من میرم. و یادتون نره که هر چیزی که میخوان درباره اون ویدیو بذارم رو تو کامنت ها بهم بگین. دوستتون دارم. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.